اگه 1% جنگ بشه اینجا هیچ کس به هیچ کس رحم نمیکنه. این میگه تو به من نون ندادی، اون میگه دستمال توالتو بده من، اون یکی از اون میره لباسا رو چنگ میزنه. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من مهیام و خیلی خوشحالم که امروز میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، چون من لقب سنجابو دارم بین دوستام به خاطر اینکه همیشه آذوقه جمع میکنم. آذوقه غذا دارم، آذوقه جوراب دارم، آذوقه لباس دارم، آذوقه نمیدونم مواد غذایی دارم. کلا عاشق اینم که یه چیز برای خودم جمع کنم. خب و امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که اگه ایران و اسرائیل با هم برن تو جنگ، که طبیعتا میرن و ما تا اینجا میره تو پاچمون، چیا باید جمع کنیم؟ خب بچه‌ها، من یه دونه لیست تهیه کردم از خیلی وقت قبل، خب برای موقعی که به قحطی بر بخوریم. حالا از شانس خوب ما، خدا رو شکر که خیلی خوشبختیم که اینجا داریم زندگی میکنیم، به قحطی بر نخوردیم، اما به جنگ برخوردیم. برنج بگیرید بذارید که اینا میان که بجنگن، اینا تا پود نکنن نمیرن. داداش تو بگیر بذار اینا، بعد گشنگی میمیرید، بعد نگه من نگفتم. اینا خیلی مهمه. امروز میخوام بهتون بگم که چه چیزهایی رو توی موقع جنگ و حالا اون قحطی که بعدش میاد میتونید برای خودتون ذخیره کنید. فکر نکنید که این ویدیو مسخره است، چون واقعا خیلی به کارتون میاد. بعد اون موقع که جنگ شد بعد میاد میگید که آره مهیا گفته بود ولی ما گوش نکردیم. الان لیستو بهتون نشون میدم. بچه‌ها، اولین چیزی که خیلی مهمه، خب موقعی که ایران و اسرائیل افتادن تو جون هم، خواستن هم بزنن، اولین کاری که شما میکنید بعد از رفتن به پمپ بنزین برید نون بخرید. چون مردم اولین کاری که میکنن اینه که میرن حمله میکنن به نونوایی ها، فکر میکنن که دیگه هیچکی قرار نیست نون بپزه، دیگه آرد نداریم، خمیر نداریم و اینا، همه میرن نون میگیرن. پس هر وقت فکر کردید که ممکنه که یکی این ور بزنه یکی اون ور بزنه، اول برید نون بگیرید. دومین چیزی که خیلی مهمه، بچه‌ها، وسایل پزشکی، کمک‌های اولیه برای موقعی که مثلا رفتید توی خیابون خواستید بجنگید، مثلا دیدید اومدید خونه زخمین، از اون وسایل باید استفاده کنید. حالا تو اون لیستی که من دارم نمیدونم چرا خشکبار نوشتم که خشکبار، حالا گردو، کره بادوم زمینی. حالا نمیدونم تو قحطی چرا من باید به کره بادوم زمینی نیاز پیدا کنم، نمیدونم با خودم چی فکر کرده بودم که اینو نوشتم. حالا این زیاد مهم نیست. سیب زمینی بگیرید بچه‌ها، پیاز بگیرید، خیلی مهمه اینا. بعد از گشنگی میمیرید، بعد نگه من نگفتم. اینا خیلی مهمه. برنج بگیرید بذارید که اینا میان که بجنگن، اینا تا پود نکنن نمیرن. داداش تو بگیر بذار، یه 50-60 کیلو بگیر بذار، شده کلیت رو بفروش ولی آذوقه بذار. خب روغن هم خیلی مهمه. هر چی که میتونید بگیرید. قحطی بیاد بدبخت میشیم، هیچی نداریم، مردم میافتن تو خیابونا، جنگ تن به تن میشه. این میگه تو به من نون ندادی، اون میگه دستمال توالتو بده من، اون یکی از اون میره لباسا رو چنگ میزنه. واقعا به فنا میریم بدون شوخی. و درسته من حالا دارم با یه حالت فانی اینا رو بهتون میگم، اما واقعا اگه 1% جنگ بشه اینجا هیچ کس به هیچ کس رحم نمیکنه. چون واقعا ما توی مواقعی که یه چیز ممکنه که حتی تموم بشه میبینید که چه بلایی سر هم دیگه میاریم. پس واقعا جدی بگیرید. حالا نه در این حدی که من گفتم، چون طبیعتا داشتم حالا یه ذره بیشتر میگفتم، یه ذره با حالت خنده میگفتم که یه ذره بخندونمتون، ولی خیلی مهمه واقعا. و آخرین چیزی که از من به شما دارم میگم که اون موقع بعدن میاد میگید مهیا گفته بود ما گوش نکردیم، چیزه کنتور برق میگن، نه موتور برق بگیرید بذارید اگه میتونید، چون اون موقع برقم نداریم. اون اولین چیزی که بزنید نیروگاه برقه. بگیرید بذارید، بعد گوشیاتون رو شارژ کنید، بعد بیاید این ویدیو رو ببینید، بگید چیا بهتون گفتم، برید همونا رو بخرید.
امیدوارم خیلی خوشتون بیاد و جدی هم بهش فکر کنید. فکر نکنید در مسخره بازی در میارم، اینا خیلی مهمه. بعد یه روزی به حرفم میرسید اما اون موقع شما هیچی نخریدید، بعد من میام از خودم ویدیو میگیرم با یه عالم آذوقه، بعد شما هیچی ندارید. مواظب خودتون باشین بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.